بر پسران گل اشتباه پسران گل من خیلی گدا بودم خب داشتم راه میرفتم توی این جنگل که یک خونه رو دیدم که یک تخت و یک چی داشت چراغم از خودم بود خوابیدم اینم رفیقم سلام رفیق خوبی؟ رفیق یه لحظه برو بیرون من خوابم بفهم بیرون میگم بفهم همه دیگه باش اینجا ما بودیم با یه رفیق خیلی خونه بود اینجا هم که از آب چیزا اینجا هم یک سرسره آبی بود که خیلی جذاب که داشتم توی جنگل راه میرفتم یه حیوانی پیدا کردم که اسمش لوسی اسمش چی؟ لوسی کجایی؟ لوسی سلام اسمش لوسیه حالا سلام من اسمم لوسیه در خدمتم بفرما داستان تعریف کن خب بله داستان تعریف کن من نگاه نکن لوسی خیلی چیه داشتم راه میرفتم که دیدم یک چیز عجیبی پیدا کردم گفتم پشمام اینجا کجا اینجا چیه گفتم اینا همش شعر خیال اینا داشتم راه میرفتم که یه مجابی و یه برج پیدا کردم که پر از دمار اینجا که دروازه بود خیلی قشنگ بود اینجا هم خواهیم اینجا که چی بود اینجا که رستوران سلام اینجا که من داشتم میرفتم پشمام داشت بریم که یه آب مصنوعی دیدم خیلی زیبا بود اینم که از کنارش رد میشه خیلی زیبا بود از رو سرش که من رفتم پشمام بود گفتم یا خدا اینجا کجاست دیگه لوسی گفت اینجا مچهای بزرگترین مچهای آبی که در ایران دیدید لوسی هم هوا رفت ولی پیداش نیست ناوردی لوسی میگه اولین کاری که تو میخوای بیای توی این موج آبی میری توی جکوزی خب میری توی جکوزی وقتی رفتی توی جکوزی میری توی آب سرد که رفتی بعدش اینجا راه داره اما اینجا که جکوزی سونام اینجا سونام نگاه یه هم سفیدی که آقای چیه اینا سلام خدمت کن خوبه اینا دو تا خدمت کنم که ما اینجا میشینیم خیلی هم زیبا بعدش زیبا هستا باش دیگه وقتی رفتیم سنمون انجام دادیم گفت بفرما بالا بفرما منو چی نمونه گفت بیان اینجا چی خوش آمدید اینجا خودشون پرواز کردن دیگه وای میسی یه برگاه هست که دیگه میزن پسه نه عروسکه یه خوابه گفتن دست دارم هم رفتیم
گفت وایسا وایسا اینجا هم هست، اینجا هم برای خوابه، لذتشو ببر. گفتم حالا یه سورسوری یا نداره. گفت سورسوری دو تا هست، یکیش برای بچه هم یکیش برای بزرگ هم. برای بچه هم گفتم گفتم میبریم اینجا که حال میده. گفتم این بزرگترین آبی که دنیا من دیدم، خیلی پله داشت، نفسم گرفت از زیر پرم که میریم پایین. که میرم خیلی خوبه، خیلی ببین مهربونه، خوبه، خوشقلبه، اینا همش یکیه. از گذشتگی داره. این نزدیک مهربونیه. گفتم بیام میرم یه سر اینجا. گفتم یا خدا اینجا کجاست دیگه. گفتم غرق شدم. گفت نداشت ببخشید. خب گفت اینجا بیان، اینجا بهتون یه برج معرفی کنم. نم از یک برج زیبای درخشان، نامش آب نموچه. این از برج ما که چی داره؟ 2 تا در داره، وارد میشی، 2 در داره، 3 تا در داره، 3 تا در. اینجا قدیمی ترین برج های ایرانی. رفتیم نماز کردیم، برگشتیم. تازه اینجا هم هتل میخوام درست کنن که رفتیم برای چی؟ رفتیم ازاره طرف بازی کنیم. بیا اینجا ایبا یه ترقی درست بکن خودت هم. خب این هم از این ترقی نده ما همینجاست. گفت این هم از این طبقه. گفت این هم از طرقه. نامو خودتون گوش کنید. میگم سیگا بایی سمه دی اینو بزنی سرش رو